الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اوجای محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوجا گوش اندازید، من شما حاضر روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت شدیم. روضه جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. ما بین خانه من و منبر من. رسول الله صلی الله علیه و سلم خونهشون مسجد و جف بود. مسجد نبوی از من خونهشون ان شاء الله درایم نشون میدم. مسجد و جف بود. ادن خونهشون در چه بود مسجد با. میک شدن مسجد میدن آمدن نماز میخوندن. اون طرفشون من نماز جمعه امام برآمده خطبه میکنند. میدون تو نه اسوی گرفته زینهیات. علاوه منبر میگود رسول الله صلی الله علیه و سلم که مابین خانه من منبرشون کمتر گویم که 20 متر تقریبا بلند بود. مابین خانه من و منبر من روضه از باغ جنت گفتن. باغ‌های از باغ جنت گفتن. سبحان الله. عذر الله نصیب کند باغ جنت و در آمده من شما میکنه نماز میخونم. علما میگن چرا باغ جنت میگن؟ چرا که میگن بعضی علما میگن این مکانی که زمینی که باغ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم باغ جنت گفتن از جنت گرفته شاگی زمین میگن. مکان جنت هنگی انا جنت انداز ان شاء الله رفته نماز میخونی. بعضی علما ها میگن روز قیامت تمام زمین ها پوره پوره میشد. قیامت ببینید کوه ها میده میده میشد. آب ها روی زمین آب زیر میکند. بعضی جا ولقا میبرد. انا تمام زمین روی زمین پوره پوره میشد. مگر هم میگن انا باغ جنت پوره نمیشد. بته میموند. آسمان برشته میشد. و یکی علما ها میگن زمین وقتی که پوره پوره میشد این مکان جنت میگن جنت برشته میشد. این باغ جنت زمین جنت برشته میشد. که دیگه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن شما روی زمین اند جاهای نمازتون بسیار کنتون گفتن. ببینید مسجدون ببینید سنت اجازه میخونن فرض اجازه میخونن اسلام توت میشه. برای اینکه زمین گواهی میداده است که به هر یک زمین گواهی میداده است که فلانچه بالای مننده عبادت کرده نماز خواند گفته. برای همین کسانی که این بالای زمین انده تصور کنید نماز خوندید روز قیامت جنت براشته میشد. شاید صاحبش خطی گته برود. سبحان الله. شاید بالایش نماز خوندگوی خطی که گته برود همون قطار به ان شاء الله من شما هم در اومدن ممکن. برای همین اونجا میداره مازر در اومده اول نماز پیشینه خونده میگیرم جماعت کده قصر میکنم خونده میگیرم. بعد از این انتظار شده و چرتن پایده میشینم میدرایم حرکت کنید سه تا سیستم پیش با روزه مکانش کلان سه تا سیستم پیش با جای بهترین تر حرکت کنید همونجا خونده درکت نماز خونید برآمده گسیل که میگه حرکت کنید بیشتر خونده کنید سلام تید بازگه نیت کنید تا چوک برآورده پیش کردن نشه نماز خونید. آخرش میشد که جو تنگ کنید نماز خون سوچید اب قلتو که برآورده میمونه. حرکت کنید هم تو همه نشه نماز خونید. او درکت کده خوندن میگرید نفل به نیت کده ان شاء الله. بعد که شدن اگر آدم کم باشد با پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میبرد. ما دین سلام دادم کو بانم خیلی سلام داده رسول الله به صلوات گویان ابوبکر صدیق و عمر به رضی الله عنه گفته میبریم. اگر بابتر پیش برورد همون بعد از نماز خونده شدن شما برو گفت انا همونجا السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و سلم السلام علیک یا ابوبکر السلام علیک یا عمر گفته در حقشون صلوات سلام های گفته ان شاء الله میبرویم. روضه انمن مکان یعنی باغ جنت یعنی خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خونهشون مسجد که جف بود همون درن خونهشون وفات کردن همون درن خونهشون که رسول الله پیغمبرای جای مردگیشون گور میکنن یک عادت های شریعتنده یعنی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم خونهشون جای مردگیشون اونجا گور کردن. اون گورشون های سونی بعد از یک چند سال ابوبکر صدیق وفات میکنن یعنی قینتاشون هر دوشون دوست بودن. یک چند سال کلان دختر یاششون رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نکاحشون میتیم اویش مادرم ویا. بعدی که ابوبکر وفات میکنن از من خور رفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم از من قبر اولا اومگنده این طرف اند دست چپ اجن رسول الله صلی الله علیه و سلم کلشون دایلا پوچکشون دایلا خور رفتن. یک چند سالها پیش همینجا مسجد کونه شده ویش کوچیدگی خیلی شدگی یک 22 تا عالم در اومده دیدگی همنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خور رفتن کلشون دایلا پوچکشون دایلا پشتشون با ابوبکر صدیق من بینید یک کمان قبر رسول الله ابوبکر صدیق عمر های پشتشون با برابر یلکشون ابوبکر صدیق گور کشاگی کله ابوبکر صدیق برابر یلک رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر خور رفتن.
بعد از این دو دوست رفتن حضرت عمر بیمار میشن. خلیفه نصف دنیا دست به گرفتگی، پادشاه فارس روم دولتی هم گرفتگی زد. همچنان پادشاه عادل بدن. یک اون پر دنیا در نوم عمر همه لرزه می در اومد پادشاه. وقتی که مرگشون نزدیک میرسد، عبدالله ابن عمر فرزندشون جیغ میزنن، ای فرزندم میگون رو پیش عایشه مادرت رو میگون. عایشه مادرم رو میگون رخصت پرس میگون من دلم گم اساس وفاتم نزدیک شد میگون من نزد تیارانم ابوبکر و رسول الله گور کنن میگون رخصت پرسیده بیام میگون. عبدالله ابن عمر میگون ای مادر میگون ام المؤمنین میگون اگر رخصت تید که خلیفه حضرت عمر میگون از شما همین چیزا پرسیدن گون حضرت عایشه مادرمو اجازت میتین رخصت میگون. بی نهایت حضرت عمر خرسا میشه که من نزد دوستان با دنیا اند که دوست بدم نزد دوستان با گور میشم گفته. بی نهایت خرسا میشن. لیکن عدالت بینید. ای عبدالله میگون بعد از من وفات کردن، عبدالله پسرشون بود، بعد از من وفات کردن میگون یه ور دیگه عایشه مادرم رفته رخصت پر، چون که میگون حاضر من خلیفه میگون پاشو شاید من شرم کند ناموس کند میگون من میشم خلیفه. ثانی بعد از اینکه حضرت عمر وفات میکنن عبدالله ابن عمر اومده با اجازت میپرسن همه ننده عایشه مادرم میگون من اجازت دادم با اجازت میتین. سونه حضرت عمر رضی الله عنه آورده وجه من رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر یلکشون حضرت ابوبکر صدیق برابر یلک ابوبکر صدیق حضرت عمر گور کدگی هوای بس هیت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق و عمر بینید من سوراخ که موندگی السلام علیکم یا رسول الله السلام علیکم ابوبکر یا عمر یعنی هیچ جا گور کاگی این یعنی ام خیلی ترزنده گور کدگی برای هوای اینجا بسیار آدم آمده قبر مدد خود قبله با این که نگرن کتا یکشان قرره که قبر گور کاگی. حتی دشمنای دین اسلام حمله که مدینه اومده زمین کوفته برفتگی قبر دزده برفتن با نوردین زنکی گفتگی علم بدن سرلشکر اسلام بدن بی نهایت حتی یک گویندی مسلمان یک علماش بدن بی نهایت خلیفه بدن همون وقتنده یعنی سرلشکر بدن. خوب میبینن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگون که دو تا آدم رشونده همه من نجات بسیان همه ها من خلاص کنم بسیان. بولی ادگر خوب میبیند کارگروشون دو کس میگیرن و مدینه و راه میبرن شما من نبدن میبیان اومده مدینه منوره رسیده میبیان مولای یعنی حاکمی مدینه میگون که تمام اهل مدینه توب کن من پدرکه میاد میگون یگان کس نموند میگون هم اهل مدینه توب میکند هر یک کس پدرکه خودشون میتین لیکن اون دت خودم خوبشون دیگه نمیبینن نیست میگون که همه توب نکردی تو میگون همه توب کن تو میگون همه توب کن میگون اوی کن تو میگون هیچ که نمونه حتی مهمونه هم نموند گون سون میگه دت مهمون استوهای میگون خونه فلاننده زنده کساس گفت رفته گته بیای تو میگون گرفته میبیان که همون دت آدمی که خوبشون دیدن سبحان الله رفته کوفت کوب میکنن که همون جای اشتشون ها روز به برآمده درن مردم استوگی کار میکنن سودا میکنن معامله میکنن شب به چقره کوفت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک موندگی بینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواشونده بینید که انسان عادل بدن بی نهایت انسان رو که خلیفه عادل بدن خواشونده رسول الله صلی الله علیه و سلم یاردن پرسن اومده همچنان میکنن که روز چه اطراف قبر قرقاشم ریخته پتوفتگی با تگوش کته قرقاشم ریختگی یگان کس گرفته نمیتونه الله یک فضلش کته الله یاردم کرد خواشون درور اومده همین چیزا کردن و بعد های بینید که حاضر همونجا من سوا میشنه رسول الله یعنی قبرشون دایم حمایه الله اندویا لیکن اینجا نوای کدام میستن این بعد کمتر یعنی درباره قبر با وقت ما شد همه برآمد می دوملو کنی دوملو برآمد می